تا حالا شده به خاطر دلسوزی، به خاطر اینکه نخواستی رفیق قدیمی یا فامیلتو تنها بذاری، ساعتها به ناله‌هاش گوش کردی؟ از بدبختیاش بگه، از اینکه دنیا باهاش بده، از اینکه چقدر تلاش کرده و نشده، و تو همونطور که داری گوش میدی حس کنی یه وزنه 100 کیلویی روی شونه‌هات گذاشتم. آخر شب که ازش جدا میشی اون سبکتر شده، چون آشغالای ذهنیشو ریخته توی سر تو. ولی تو چی؟ تو تا 2-3 روز حس و حال کار کردن نداری، انگار تمام انگیزت خوش شده. به ما یاد دادن همدردی فضیلته، اما توی دنیای بقا و ثروت بدبختی مصریه. اگه دور و برت رو با آدم‌هایی پر کردی که مدام از زمین و زمان شاکی هستن، تو هم به زودی شبیه اونا میشی. امروز میخوام درباره یکی از بیرحمانه ترین و در عین حال حیاتی ترین قوانین قدرت حرف بزنم. قانون سرایت. میخوام بهت بگم چرا دلسوزی بیجا بزرگترین مانع ثروتمند شدن توه و چطور باید با بیرحمی تمام از آدم‌های سمی و بدشانس فاصله بگیری. اگر فکر میکنی وظیفه داری بقیه رو نجات بدی، این ویدیو قراره بهت ثابت کنه که داری خودتو با اونا غرق میکنی. بیا با علم شروع کنیم، نه با شعار. آدم‌ها مثل آهنربا هستن. ما موجوداتی هستیم که به شدت تحت تاثیر محیط قرار میگیریم. وقتی تو با کسی میگردی که مدام بدشانسی میاره، اون بدشانسی به خاطر جادو یا طلسم به تو سرایت نمیکنه. به خاطر ذهنیت سرایت میکنه. آدم‌های بدبخت و نالان یه میدان مغناطیسی منفی دور خودشون دارن. اونا مدام روی نمیشه، سخته، دولت نمیذاره و شانس نداریم تمرکز میکنن. وقتی تو مدام این فرکانس رو دریافت میکنی، ناخودآگاهت کم کم باور میکنه که دنیا جای ناامنیه. دقت کردی وقتی با یه آدم موفق حرف میزنی چقدر انرژی میگیری و دوست داری بری کوه جا به جا کنی؟ و وقتی با یه آدم نالان حرف میزنی حس میکنی باید بری بمیری. این همون سرایته. تو داری ویروس فقر و ناتوانی رو از اونا میگیری. پس اولین قدم برای ثروتمند شدن این نیست که پول در بیاری. اینه که بذاری اونهایی که دارن غرق میشن دست تو رو هم نگیرن و نکشن پایین. خیلی از ما یه عقیده ناجی بودن داریم. فکر میکنیم اگر ما نباشیم اون رفیقمون از پا در میاد. فکر میکنیم مسئولیم که حال بقیه رو خوب کنیم. اما یه حقیقت تلخ رو بهت بگم که شاید ناراحتت کنه. خیلی ها از بدبخت بودن لذت میبرن. بله، درست شنیدی. بدبخت بودن براشون سود داره. سودش چیه؟ توجه تو. اونا با ناله کردن قدرت تو رو میمکن. اونا از تو وقت، انرژی و همدردی میگیرن بدون که هیچ تلاشی برای تغییر وضعیتشون بکنن. تو نمیتونی کسی رو که خودش نمیخواد راه بره کول کنی و به قله برسونی. تو با این کارت فقط خودت رو از پا میندازی. برنده ها میدونن که انرژیشون محدوده. اونا این انرژی رو صرف کسایی میکنن که دارن میدون، نه کسانی که روی زمین نشستن و داد میزنن بیایید منو بغل کنید. بیا بریم سراغ کتاب مقدس قدرت، یعنی 48 قانون قدرت نوشته روبرت گرین. قانون 10 این کتاب صراحتاً میگه از آدم‌های بدبخت و بدشانس دوری کن. گرین معتقد بود که حالات روحی انسان‌ها دقیقاً مثل بیمارهای عفونی عمل میکنن. تو ممکنه فکر کنی داری به یه آدم غرق شده کمک میکنی، اما اون آدم لزوماً به کمک تو نیاز نداره. اون به غرق شدن تو نیاز داره تا تنها نباشه. آدم‌های بدشانس معمولاً بدشانسی‌هاشون رو خودشون با تصمیمات غلط، تنبلی و ذهنیت خرابشون میسازن. وقتی تو به اونا نزدیک میشی، داری شریک اون تصمیمات غلط میشی. گرین میگه به جای همدردی با اینها برو سراغ آدم‌های خوششانس و موفق، چون خوششانسی هم به همون اندازه مصریه.
تا حالا با کسی برخورد کردی که همیشه یه داستانی برای نالیدن داره؟ اگه مشکل مالیش حل بشه، مشکل عاطفی پیدا میکنه. اگه اون حل بشه، مریض میشه. اینا قربانی‌های حرفه‌ای هستن. این آدم‌ها از مظلومیت به عنوان اسلحه استفاده میکنن. اونا میدونن که تو آدم مهربونی هستی و از همین مهربونی علیه خودت استفاده میکنن. اونا تو رو توی یه رودربایستی اخلاقی قرار میدن. هوش سیاه بهت میگه مهربونی بدون مرز یعنی حماقت. تو باید یاد بگیری که به این آدم‌ها بگی نه. باید یاد بگیری که وقتی کسی داره از سیاهی حرف میزنه، مکالمه رو قطع کنی. تو سطل آشغال ذهنی بقیه نیستی. اگر اجازه بدی بقیه آشغالاشون رو بریزن توی ذهنت، دیگه جایی برای ایده های ثروت ساز نمیمونه. چون هر بار که بخوای یه قدم بزرگ برداری، اونا با دلسوزی فریبنده بهت میگن نکن، ریسکی داره، فلانی کرد نشد. اونا تو رو به سمت امنیت حقیرانه میکشن. ثروت نیاز به جسارت و انرژی بالا داره. وقتی محیطت پر از ناله باشه، باک بنزین انگیزه تو همیشه خالیه. تو برای پرواز نیاز به عقاب‌ها داری، نه مرغ و خروس‌هایی که فقط جلوی پاشون رو میبینن و قد میکنن. خیلی‌ها میگن خب اینا رفیقای قدیمیم هستن یا فامیلن، چطوری ولشون کنم؟ هوش سیاه نمیگه برو باهاشون دعوا کن، میگه به تدریج محو شو. جواب پیامشون رو با تأخیر بده. وقتی شروع کردن به نالیدن بگو چقدر بد، راستی من یه جلسه دارم باید برم. درباره موفقیت‌هات پیش اونا حرف نزن، چون حسادتشون رو تحریک میکنی و ناله‌شون بیشتر میشه. کم کم اونا میفهمن که تو دیگه گوش مفتی برای شنیدن حرفاشون نیستی و میرن سراغ یه قربانی دیگه. تو باید با بیرحمی تمام از وقتت محافظت کنی. زمان تو تنها سرمایه‌ای که هیچ وقت بر نمیگرده. حالا برعکسشو تصور کن. اگه با آدم‌هایی بگردی که هر روز دارن درباره اعداد بزرگ، بیزنس‌های جدید و فرصت‌های بازار حرف میزنن، چه اتفاقی میافته؟ حتی اگه هیچ چی بلد نباشی، ناخودآگاه تو شروع میکنه به کپی برداری از اونا. طرز راه رفتنت، حرف زدنت و حتی ریسک پذیریت عوض میشه. این همون سرایت مثبته. برنده ها بهت یاد میدن که چطور به مشکلات بخندی و به جای چرا این اتفاق افتاد بپرسی چطور ازش پول در بیارم. اگر دسترسی به این آدم ها نداری، کتاب هاشون رو بخون، ویدیوهاشون رو ببین و پاک دست هاشون رو گوش بده. محیط ذهنیتت رو با برنده ها ایزوله کن. و در نهایت باید یه انتخاب سخت بکنی. یا میخوای آدم خوبی باشی که همه دوستش دارن چون به درد و دلهاشون گوش میده ولی خودش لنگ اجاره خونه است؟ یا میخوای آدم موفقی باشی که شاید خیلیا بهش بگن بیرحم ولی امپراتوری خودش رو ساخته و میتونه واقعا به بقیه کمک کنه؟ یادت باشه دست شکسته نمیتونه دست دیگه ای رو بگیره. اول خودت رو به اوج برسون، بعد اگر خواستی به بقیه کمک کن. اما الان دلسوزی تو فقط یه تلس که تو رو توی چاه فقر نگه میداره. از همین امروز اطرافت رو پاکسازی کن. نذار ویروس بدبختی وارد زندگیت بشه. این ویدیو بفرست برای اون کسی که میدونی داره توسط اطرافیانش غرق میشه. توی کامنت برام بنویس من محیطم رو پاکسازی میکنم. سابسکرایب کن تا یادت نره که توی این جنگل تو یا شکاری یا شکارچی. تا ویدیو بعدی هوشمندانه فاصله بگیر.